سوی سانه 25 و 28 نوامبر سال 2021 را سخت محکوم کرده موقع صدا داده رئیسان شهر ناحیه‌های درواز، ونج، شغنان، روشان را پر پشتیبانی می‌نمود. خصوصا با میدان ریختن جنایتکاران در نزد بینای حکومت و رسانیدن آسیب جسمانی به رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان، وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی و زخمی نمودن کارمندان نهادهای دولتی خیلی هم نگران کننده است. یک نگاه سطحی به وضعیت ولایت کافی است تا هشدار نماییم که در مدت 30 سال اخیر ساکنان شهر خاروخ در گرو 4-5 جنایتکار مسلح قرار دارند و هرگاه با پنجه قانون و جوابگری کشیدن آنها ناآرامی آغاز می‌گردد و میتینگ و تظاهرات تشکیل می‌گردد. حادثه چند روز اخیر بیانگری آن هستند که در حقیقت این جنایتکاران برای جامعه خطر آفر است. ما گروه وکیلان خلق ناحیه اشکاشیم با درک مسئولیت تام بار دیگر حادثه و رخدادهای آخر نوامبر را محکوم می‌نماییم و با خلاصه دست جمعانه رسیدیم که جنایتکار حتما باید در نزد قانون جواب گویند. ثانیاً با جوانان گفتنی هستیم که راه انتخاب نموده گروه‌های متشکل جنایتی شهر خاروخ و جانبدارانشون نادرست بوده سوء استفاده از باوری و اعتقاد مردم است. حاضرین گرامی، ما خوب در خاطر داریم که سبب‌های حساسی حادثه‌های سال‌های 90 عصر 20 کی بودند، چطور مردم را به گروه‌ها، محل‌ها قسمت تقسیم نمودند و به میدان‌ها آوردند. اشتراکچیان گرامی، ما نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اشکاشیم با اطلاع شما می‌رسانیم که ساکنان ناحیه هیچ عمومیت با این جنایتکاران ندارند و زیر چتر آزادی و دولت با اعتبار در گلگلشکوفایی تاجیکستان عزیز و پیشبرد دستاوردهای دولتدار معاصر تاجیک بیشتر سهم ارزنده خواهند گذاشت. راه ما و جنایتکاران جدا است. امروز من با باوری کامل گفته میتونم که گروه‌های متشکل جنایتی در ناحیه اشکاشیم موجود نیستند، بله بودند سرکردگان گروه‌های متشکل جنایتی از قبیل ناظم خانوف، مجنون و اودینبک که از طرف مقامات‌های حفظ حقوق به جوابگری کشیده شدند و حالا از کردارهای خود خیلی هم پشیمان هستند. همین طریق در صورت ادامه بی‌ترتیبی‌ها و میتینگ بازی‌های بی‌معنی که خلاف منفعت عمومی مردم میباشد قرار دخلدار را قبول خواهیم کرد. با قید است که وابسته به اجرای امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان اوید به عملی کردن نقشه چاره‌بینی کارهای آبادانی و بنیادکاری با مناسبت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه روشقلا کارهای به نقشه گرفته شده به انجام رسانیده شدند. استقلالیت ملی و دولتی برای ملت تاجیک بزرگترین دستاورد سیاسی به حساب می رود. مدت 30 سال است که ما از فیض و برکت استقلال دولتی در فضای صلح و امانی، وحدت و همدیگرفهمی عمر بسر برده ایستاده‌ایم و گوشه و کنار وطن عزیزمان با شرافت این دستاورد بی‌نهایت قیمت روز به روز آباد و زیبا گردیده ایستاده است. با اعتماد کامل حضار دارم که ساکنان سربلند ناحیه به آینده همیشه نظر نیک و بنیادکارانه دارند. یکی از مسائل محوری و واقعیت داغ امروزه مانعگی گروه متشکل جنایتی شهر خاروخ و روشقلا می باشند. بسیار افسوس می خورم که من همچون رئیس ناحیه نتوانستیم سر راه قضیه مای ناحیه به رو داده را بگیرم. باید قید نمایم که گروه جنایی ناحیه از خارج کشور دستور میگیرند و عمل میکنند. با این عملشان وضعیت را باز هم مرکبتر نموده ایستادند. بعضی وقت ساکنان خاروخ و روشقلا از خارج کشور اظهارات پوچ بی‌معنی میدهند که این خاص بدخشانی ها نیست. با گذشت 10 سال تا حال از عملیات های جنایتکارانه خودشان دست نکشیدند. آنها نمیدانند و یا درک نمیکنند که با این دعوت های بی‌حساس و غرضناکشان وضع آرام و آهسته‌اش بدخشان و شهر خاروخ را
مرکب میکنند. که در اینجا تمام رئیسان شهر و ناحیه ها قید کردند همون حادثه های 25-28 نوامبر سال 2021 که در شهر خوروغ به عمل آمدند تمام ساکنان ناحیه را به تشویش آورده است. گرد همایی غیر قانونی، راهبندی در آمدن به بینای مقامات، لط و کوب نمودن ساختارهای قدرتی و دولتی از طرف گروه جنایت پیشه ما را به طرف مانده نمیتواند. از این رو از رهبریت ولایت و ساختارهای قدرتی خواهش دارم جهتی به جوابگری کشیدن شخصانی که در این بی‌ترتیبی دست داشتند چاره‌های قانونی اندیشیده جنایتکاران را مطابق قانون به جوابگری کشیده شوند. ولایت قانون باید پوره تامین کرده شود. از پدر و مادران خواهش دارم که جهت تربیت فرزندان در روحیه تابعیت به قانون، وطن دوستی و وطن پرستی، خویشتن شناسی و میهن پرستی کوشش بیشتر روانه سازند تا من بعد جوانان ناآگاه به دام فریب یگان جنایتکار و جنایت پیشه نیفتند. از همه تالار خواهش دارم که در یک جایگی جهت بهتر نمودن همه روزه عملی سازی سیاست پیش گرفته پیشوای معظم ملت برای فهمانیده دادن دستاوردهای صاحب استقلالی کشور و شکرگزاری از دولت و ملت کوشش نماییم. من باوری دارم برای برطرف سازی جنایت ما در یک جایگی با جامعه قدرت داریم. پس بیایید عمل کنیم تا ولایت را از جنایت تازه نماییم. جنایتکار باید در نزد قانون جواب دهد. بس از جوانان ناآگاه را از قفای خود برند تا آن دمی که این گروه متشکل جنایتکاران مخصوصا راهبران گروه متشکل جنایتکاران خیلی که حاضر نامبر کردند باقر و خرسند و طالب و منور به جوابگری کشیده نشوند جامعه امروزه ولایت مخصوصا شهر خوروغ آرام و تنج نمی شود. بنابر همین ما قاطعانه طلب می نماییم که این نفران باید برای کردارشان در نزد قانون قطعا جواب دهند.